من دیشب ماشین رو تو کوچه پارک کردم، دزد ماشین رو زده، نه شیشه شکونده نه چیز. یه کابا چی میگن اینا، ستونای درم کج نکرده، یعنی اومده اینو شکونده، از اینجا وارد شده، در از اینجا باز کرده، یعنی هزینه 200 تومانی رو تبدیل کرده به یه هزینه 400-500 تومانی. هزینه زیادی نزده. یکی بعد اومده ضبط تلاش کرده ببره، قطعات اضافی ضبط نیاز نداشته، در داشبوردم بازه، یه نگاه کرده تو داشبورد که اگه پول نقد هست فکر کنم ببره، چون یه سری لوازم بود اونا نبرده. تلاش کرده اینو بد نشکنه، یعنی خورد نکرده، اینو در برده، خوردش نکرده، سیم کشی من کشی هم داغون نکرده، خیلی ریلکس از سوکتا در آورده، ضبط رو نکشیده، آدم حرفه‌ای و خونسردی بوده، دستش درد نکنه، همونجوری که می‌بینی. نه شارژر برده نه چیزی برده.